هی چطوری؟ من فرشید وفام. خیلی به این ویدیو خوش اومدی. امیدوارم حال روز و شبت خوب باشه. این اولین ویدیو رسمی یوتیوب منه. امروز اومدیم با یه ویسپر چالش با یکم تغییرات و مجازات البته، و یه مهمون خفن امروز تو این ویدیو با اون هست، آقای امیرآزاد. سلام بچه‌ها، امیرآزاد هستم. اومدیم ببینیم که آقای فرشید آلفا چه بلایی قراره سرمون بیاره، پس حتما با ما همراه باشید. بلاهای خوب داشت، بلاهای خیلی خوب. خب بچه‌ها بریم توضیحات بازی با هم دیگه ببینیم. خب بچه‌ها همونطور که گفتم امروز ویسپر چالش رو داریم و مجازات کسی که نتونه کلمه رو حذف بزنه اینه که چشماشو با چشم‌بند ببنده و یه دونه از این مزه رو به صورت رندوم و شانسی تست بکنه که همونطور که می‌بینید اینجا 7 تا مزه داریم، 3 تا خوشمزه و 4 تا بدمزه، زعفرون، کاکائو، فلفل، زردچوبه، این ببینم چیه، ادویه کالباس فکر کنم، شکر و نمک که کاملا شبیه هم هستن. برو بریم. خب بچه‌ها بریم سراغ بازی و ببینیم که کی چند بار مجازات میشه و چه مجازاتی میشه با این مزه ها. صاحب ویدیو خودش مجازات میشه. خیر. خب بعد رو بزن تو گوشت آقای امیرآزاد. چرا شما نزنی اول؟ چون من صاحب ویدیو هم. منطقیه حاله. بزن. خب نمیشنوی؟ چی؟ نمیشنوی؟ اگه اینو بگی بازی برنده ای. پاس. اصلا نمیفهم چی میگه واقعا. هیچی صدا نمیاد بچه‌ها. اوکی. خب اولین کلمه رو بهت میگم. یوتیوب. توپل؟ نه یوتیوب. بدو یوتیوب. یه بار دیگه بگو. یوتیوب. آفرین. اوکی آفرین. آره کلا. دیگه آزادی دیگه. بفرما آقای آلفا. خب پلی کن. خدایی بلنده. ویدیو خودش. خوش بده. بگو. میشنوی چی میگم؟ نه شما رو ندارم. من شما چرا میشنوی من چی میگم؟ نه الان ندارم. آقا داری فوش بدی چی میگی؟ بذار آقا تقلب نکن. بگو. اولیشه کنترل. چی؟ کنترل. عقده. کنترل. یه بار دیگه کنترل. واضح تر بگو. دیگه از این لبات تکون بخوره. میفهم اینجوری. خب کنترل. کنتور. بلبل. نه بیشتر دقت کن چی میگم. یکم آرومتر تلفظش کن. کنترل. نه یه بار دیگه. خنگه. کنترل. آرومتر و کنترل. آفرین. اتکه بابا میفهمیدی. نه دیگه باش. خدا که خدایش حق داره. ستاش زیاده. خیلی صداش بکنم راه نداره خدای کم کنی. به هیچ وجه اصلا. برو که مشکل پزشکی پیدا کردیم با آقای آلفا. خب آماده. خب سرخ پوست. What؟ چی؟ این منو اذیت میکنی. بگو سرخ پوست. خیلی زود میگه خدایی. اصلا واسه آهنگ واسه دوباره من اذیت میکنه. کم کن صداشو خدا. سرخ پوست. بلبل؟ نه بلبل علاقه شدیدی به بلبل داریم ما. سرخ پوست. نمیفهم چی میگه. یه حد سرخ پوست. پولس. نه نمیتونی.
واضح نمیگی داش. این دو کلمه است. خب کلمه دو اول کلمه است. سرخ پوست. خیلی لباتو یواشتر بگو. سرخ، همین اولیشو بگو. سرخ خب سرخ پوست. سلول چی میگی؟ سلول چرا ربطی به سرخ داره؟ خب خیلی اصلا بد میگی. من خوب میگم ناموسن. سرخ پوست داش بگو زود تموم شد. سرخ پوست. نمیفهمم واقعا، نمیدونم چی میگی. در بیار آقا، در بیار. چی بود؟ در بیار مجازات بعد بری شما. چی بود؟ He tried it. سرخ پوست داشت. خدایی سرخ پوست نمیگفتی. ببین دیگه اذیت میکنی. بزن داشتم بزن که بعد بری برای داداش. خب ای بابا بزن. اوکی کاری نمیشه. یه فلفل برمیداری و خب میبینی الان چیزی از این زیرا نه ببینیم. حاجی میبینی رو تو بکنو بر اصلا. یا میدونه قاشق از خب اینجا بخوای تنظیمش کن بعد نگی ما، چون ما اصلا اون ور نگاه کن. اینو بگیر اصلا، اینو بگیر اصلا. خب ببین اینا بذار بچرخونم اول. بذار اول اینا رو حواس کنم. آقا ببین بذار بگم کجاست. بچرخون دستتو روی یکی بذار. اگه بد مزه باشه واقعا بعد یه پولی به ما بدی. بازیه دیگه. برو بذار من آهنگو چرا استفاده نکنم. کدوم الان این کاسه است؟ آره همین. برده بذار. میشه بر ندارم. نه خب نه کم نه ترس. یه کم میسوزی فقط. برو بذارش بده. حال کن. شانسی داره با خدا. خوب بود. نه بابا من حاضرم از اون بردارم. کاکائو خوردی دیگه. کاکائو داداش نارگیل که نیست که کاکائو. خدایی فشار بازی اصلا مزه ها رو آدم یادش میاد. خب اینو من بذارم و پلی بکنم. کلمه بعدی رو بخون. خب نوبت ما شد آقا. این بعد میگه من میدونم. این الان بگو کلمه بعدی رو. ابرو داری میگی؟ منو اذیت میکنی. اصلا اسم میکنم نمیگی. ابرو هنوز سرکشاش میاد بچه‌ها. ببخشید. آیا که کاکائو خوردی حالا. شما بگو. آهنگو بزن دوباره. یکم خواهی کمش کن. خیر. بزن اینو باید کم. ابرو ابرو اوکی. اول نشیدم. اوکی. خب نجات پیدا کردیم بچه ها. نجات پیدا کردیم. ولی خب خدای صداش رو خورده کم کن. میدونی من ترسم که بچه ها اذیت بشن تو میکروفون بیفته وگرنه مشکل نداره. برو. خب آماده؟ بله. تماس. واضح نمیگه خدایی. من واضح میگم. بچه ها شما بگید. شما داخل کامنت ها بگید. به خود. تماس. حواس. نه ولی نزدیک بودی. تماس. حواس. نه تماس. به اولش ه داره. نه تماس. صداشو کم کن خدایی. بعد لبمو حدس بزنیم. رفتی به صدا مگه میخواد بشنوی آقای. این از اول من این دوستای به متقلب. خدا نمیشتم بچه‌ها. امیرآزاد متقلب تو کامنت ها همه واضح تر بگو. من نفهم چی میگی.
تماس. آفرین. خب ببین اینجوری نمیگه. خب خدا الان اگه من بد میگم چه جوری مثلا حد زدی؟ خیلی بد میگی. من واضح میگم، تو اصلا اینجوری میگی اصلا نمیفهمم. حیف که مهمانی به خدا. ببین ما اینجوری نیستیم، حالا نوبت ما هم میشه. بزن پلیش. نوبت ما شد بچه‌ها. خب فرشید آلفا، شیکاگو. بگو. شیکاگو. وات. همینه دیگه بچه‌ها. بهره من واضح میگم. شیکاگو. شیر. نه خب شیکاگو. خیلی بد میگی، یه بار رو به دوربین بگو. شیکاگو. تو اینجوری گفتی به من. همینجوری بگو. شیکاگو. چرا رو تو اون ور میکنی میگی؟ وقتی مجازات میکنی همین به من باشی. شیکاگو. نه خدای شیکاگو این نمیخواد. یه بار دیگه میگم بچه‌ها، باز توی کامنت ها بگین آزاد یا آلفا. شیکاگو. شیر برنج. شیکاگو. شعله زرد. در بیار داداش، در بیار. یه بار دیگه شیکاگو. اصلا نمیفهمم آقا چی، من تسلیم میشم تو این نقطه از ویدیو. خدایی چی بود؟ شیکاگو. It was at this moment that he knew. He f***ed up. یا بذار داشتم بیا خیلی نوبت ولی ما نزدیک. رسید. من نمیخوام. خب بچه ها انتهای این خدایی نبینی کله کرد سود. خدایی اصلا رو تو اون کن وایس. دیگه تکنیک خودم رو خودم خدای. نزن دیگه، من نمیبینم ناموسا. نمیبینم اصلا برکرد. بیا من الان خوبه از کاد رفتم بیرون. خب وایستیم بچه. بیا قاشقو بگی داشتم. باش من کاسه ها رو جا بجا کنم. چی بذاریم خدا رو؟ چی بذاریم؟ خدا داش نگاه نکنی، خدای نگاه نکن. نه اصلا نمیبینم. خب بیا این کاسه هست. خب هر کدومو که میخواه خودت بچرخون، یکی رو انتخاب کن. یا ابوالفضل یا حسین یا هیچی نیست داشتم. خب مزه خیلی خوب انتخاب کردی. من راهنمایی کن. الان پره. خوبه الان بیا. اوکی. آره الان اوکی برو. من به تو اعتماد ندارم. با خدا هیچی نیست. ببین هیچ ببین خوبه بچه‌ها، هیچ نیست. داشتم مزه عجیبی داره. بدون بچه ها هیچ وقت ادویه کالباس رو خالی نخورید. اینگاه کالباس خورده ولی زهر مار خورد. هیچی نبود بچه ها. ببینید ما مجازات هامونم مجازات خوب مثل ایشون مجازات نمی کنیم بچه ها. آقای آلفا یه خورده ترحم کن. مزه کالباسی نوبت کیه؟ نوبت منه دیگه. حالا نوبت توه. خب اوکی الان یه چیزی وسط میذارم که هر چی میخوای بذار. چه باک. اوکی عزیزم. چی بگم بهت به خدا؟ چی بگم؟ شیشه. واضح تر بگو خدایی. شیشه. خدای بچه دارم میشتم. شیشه. ریسه؟ نه شیشه. ریسه داری میگی دیگه. نه شیشه. شیش لیگ؟ 7 لیگ. نه شیشه. داری میگی شیش لیگ؟ نه شیشه. نمیتونی آجی. یه بار دیگه بگو. شیشه. ریسه. نمیتونی دیگه این مرحله آخر بازی سخت میشه دیگه. خیلی من نمیگم به
اینم استوب میکنیم. شیشه از این راحتی شیشه. اصلا نگفتی شیشه، داره میگی ریسه. خب بعد ریسه رو کجا بردی؟ شیشه دیگه. چون سخت شرطی خیلی سخت فاکینگ سخت اینو میذاریم رو سر آقای امیرآزاد. خب قاشق مقدس رو بگیر آقای امیرآزاد. خب اینم محدوده مزه ها. این لیوان من بردارم. الان کدوم واقعا الان اینا کاسه هست؟ ببین تا اینجا کاسه است. یه بچرخون دور این محور. یا خدا واقعا خدایش بله بله همین خوبه؟ آره بله. خب من هیچی یا اول پس حس میکنم هر چیزیه. خوبه اینقدر؟ باور میشه من خودم هم نمیدونم این الان چیه. خب اوکی اوکی بخور خدایا احتمالی نیست. من به خدا حاضر بودم من اینو بردارم. بهترین چیز و گرونترین چیزم بهش افتاد زعفرون. این کدوم لیوانو بگیر دارش بده من داداش. بریم آقا بریم. خوب بود شانس الان به من بدترین این چی داشتیم اینجا فلفل تند زعفرون. یه کاکائو خورد یه زعفرون. خوشش ها خوش شانس. واقعا خوب بود. داره این امروز شانسم خوبه خدا رو شکر. من این حسفی آخه میکرم. بریم. اگه اتفاقی برامون افتاد نگرانمون نباشید. شال گفتی بگو دیگه. گفتم چی؟ شال شاخ. نه دقت کن چی میگم. شال شاه. نه راه. شال اون حرف آخرش یکم بهتر بگو. شال. باریکالله آفرین. نجات پیدا کردیم بچه. ببینیم یک کلمه دیگه مونده رو میتونیم فرار کنیم ازش یا نه. حداقل آخری صداشو کم کن دیگه. خب عزیزم بعد به من حدس بزنی به لب من چه ربطی داره؟ بذار من حساب کنم. قرار نیست بشنوی که. قرار حدس بزنی. خب چی بگم جوراب. سلام جوراب آینه. جوراب. یه بار دیگه بگو. جوراب. آفرین. خب خوب خدایش اینو خدایش خوب بود. خدا وکیلی جوراب همه رو. خب یا خدا این هم دیگه در بریم ازش. خیر ساحل آج. من داری میگی ساحل آج یک کلمه است. دو کلمه است. خب ساحل آج آمریکا. نه ببین بچه ها چقدر واضح میگم. بعد میگن امیرآزاد بده. ساحل کلمه اولش رو بگو. ساحل. خب حالا دومیش ساحل آبی. داری نزدیک میشی. کلمه اول ساحل. کلمه اول که ساحله. خب دومیش خب آج. ساحل آب. ساحل داغ. یه بار دیگه میگم. ساحل آج. بگو ساحل آج. ساحل داغ. ساحل داغ چیه؟ آخه ساحل آب داغه. ساحل آج. نمیدونم. خب بده من داداش بده من. بابا خب با ساحل آخه مگه چشمندو بده داداش. چی داریم؟ خب داشتم چشمندو کجا انداختی؟ چشمندو بچه چشمند گم شد. هر کی پیدا کرد زنگ بزنه. ببین تو کامنت ها بهمون بگی. این چشمند با من رفیقه بچه. این نمیخواد من مجاز. آره زود برو. ای بابا. خب خدایی نمیبینم. الان یه عدد نشون بده اگه درست گفتم کلا برنده بازی میشه. خب بگو چند گفتم.
حالا نشون بده. خب از کجا میفهمی چی دادم یا ندادم؟ بگم بگو این چنده؟ 5. خیر نه واقعا نمیبینه بده. این قاشقه. کاسه ها رو هم جابجا کن که آره کاسه ها رو هم جابجا میکنیم. زعفرون و کاکائو و اون یکی شکر هم این ور میداشت اگه یه بار دیگه مجازات بشه. نه خدایی ببین شانس داره دیگه. نه من خدایی حالا بچه خوبه برو. این ببین این آره این کاسه هاست، اینا همه قلم روی کاسه هاست. اینو یه زب نه من مجازاتم تموم شد. این رفت خورد پوچ. خیر پیشنهاد میکنم اونجا نره. بازم خورد اونجا نرو. ببین اینم یه راهنمایی. اونجا اوه نزدیک بهتره. این توش هست. آره توشه. الان برداشتم. نه کم یه بار دیگه برو همونو برو. آره این خوبه الان. خوبه اوه خب به خدا ادویه هست و نه هیچی خوبه. ببین زعفرون بود. نه داداش کاکائو زعفرون داداشم زعفرون با کوکائو رو نمیتونه تشکیل حاجی اینقدر استرس دارم که اصلا نمیدونم. استرس چرا؟ بچه از خودم. خب ولی من یه مزه سم میخوردم، تو 2 تا مزه خوب خوردی. خب راهنمایی کردی دمت گرم. آره ببین بچه ها خودتون قضاوت کنید. آقای مرام مخلصم با کرم عزیزم. خب بچه ها اینم از ویسپر چالش ما با مجازات سمی که خوشبختانه آقای امیرآزاد ازش به خوبی قصر در رفت. منم حالا یه مزه خوب و یه مزه بد خوردم. امیدوارم که از مجازات شدن ما لذت برده باشین و از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما چنل من و چنل امیرآزاد رو که تو دیسکریپشن میذارم و لایک ساب کنید و به دوستاتون معرفی کنید. میبینمتون. See you. Goodbye.